حالا چطوره دختر جون؟ بعداً لطف میکنی اسم بچه ها که چرس کنم، خانم ها آقای ما عادت داریم ما به هم کلاسی های سال خودم هممون حدود 80 همش به هم میگیم بچه ها. اینه که شما خیلی ناراحت نشید. مرسی عزیزم. اگر دیدید که خیلی هم حرفای ما مطابق میلتون نبود به روتون نیارید باشه. خب خیلی زود شروع میکنم. ظاهراً برنامه گفتین اساتید ایرانه دیگه، درسته؟ بله. خب به همین دلیل من معمولاً جلسه اول رو اختصاص میدم به اینکه کلاً راجع به کل اساتید صحبت کنیم. یعنی اصلا اساتید چیه؟ حالا اگه خیلی وقت دیر نشده بود میذاشتم، نه خیلی هم دیر نشده ها، 10 دقیقه است، ما از اون بعد 10 دقیقه بیشتر میمونیم که مدیون شما در روز اول نباشیم. سعی میکردم که از خودتون تک تک بپرسم که شما که به نیت اساتید اومدید تو کلاس اصلا از اسطوره چه چیزی دارین؟ بله، چه به قول معروف تصویری در ذهنتون هست؟ اصلا میگین اسطوره یعنی چی؟ لااقل یکی یا دو نفرتون بهم بگین. بفرمایید خانم. اطلاع خیلی کمی دارم ولی اطلاع که میدونم اسطوره ها داستان هایی هستن که حالا میتونن ریشه در بعضی از وقایع حالا تاریخی، باورهای دینی یا آیین‌های تقریبا. خب اگه کسی دیگه یه من سعد بگو ازمون نمیشه. جان عزیزم ممنون، نمیخواستم زحمت بدم بهتون. جانم؟ داستان‌هایی که مربوط به آفرینش جهان و انسان میشه. اینو فکر میکنم. خب زیاد وقتتون رو نگیرم ولی دونه دونه همه دلشون میخواد حرف بزنن، منم خیلی خوشحال میشم. آدم متکلم وقت نباشه خیلی بهتر. پس بذارید اصلا متدیک، ببخشید کلمه چیز فرنگی، با روشمند بریم جلو. ببینید ما معمولا هر جایی، هر سرزمین برای خودش تاریخ داره. اصلا من هیچ موافق این اصطلاح پیش تاریخی و تاریخی نیستم. مگه میشه آدم یه جای تاریخ نداشته باشه؟ منم به اندازه شما بلدم که این یک اصطلاح قراردادی است، معمولا برای وقتی که خط هست و پیش خطی معمولا اینو میگن. ولی وقتی شما میگید پیش از تاریخ و پس از تاریخ، انگار یه وقتی بوده که تاریخ نباشه. خب هر چیزی که به وجود میاد و هست حتما تاریخ داره دیگه، نمیشه اصلا چیز بی تاریخ وجود نداره. ما به هر حال تاریخ رو، حالا اونو قبول داریم، ما در برابر قراردادهای اجتماعی سر بلند نمی کنیم، ولی کلا من خودم تاریخ رو معمولا به 3 جور تاریخ تقسیم میکنم. یکی تاریخ مثلا واقعیه. چرا میگم مثلا؟ توضیح خواهم داد براتون. یعنی تاریخی که وقایعی رو که واقعا اتفاق افتاده براتون توضیح میده. مثلا گردشیر بابکان در سال فلان دنیا اومد، در سال فلان رفت جنگ کرد با والریان و یعنی شاپور با والریان جنگ میکنه اردشیر، و به عنوان مثال دارم براتون میگم. درست؟ این یه تاریخ واقعیه. اگه البته به قول معروف یه ذره عمیق‌تر فکر کنیم، به نظر من هیچ تاریخ واقعی هم وجود نداره. یعنی تاریخ نویسی، ما خودمون در یک دوره معاصری داریم زندگی میکنیم که خیلی چیزها به عنوان تاریخ نوشته میشه که ما اونا رو تاریخ قبول نداریم. درسته یا نه؟ و این تاریخ خواهد شد. به قول تاریخ بیهقی میگه من هیچ چیزی را ننوشتم جز آنکه خود به رأی العین دیدم یا از مردی سقه شنیدم. سقه یعنی کسی که قابل اطمینان باشه. یه مثالی که من برای این که تاریخ واقعی وجود داره یا نداره میزنم همیشه، میگم مثلا همین در دوران معاصر که ما جنگ ایران و عراق رو به هر حال باهاش زندگی کردیم، اینجوری بگم دیگه، حالا شما کم کوچیک‌تر سنتون کمتر بود. خب حالا راجع به این اون چی که مثلا ما بنویسیم راجع به این چی می‌نویسیم، میگیم فلان را ما رفتیم و فلان کردیم، اونجا رو گرفتیم و این کارو کردیم و خیلی بخشیدیم و خیلی مهربانی کردیم. حالا همینو تاریخ نویس عراقی بنویسه، اون چی می‌نویسه؟ بالاخره از بین این مخالفان دستگاه چی می‌نویسن، موافقینه. پس می‌بینید شما اصلا میمونین که حالا خود شما نه 100 سال بعد آدما میمونن چجوری قضاوت کنن راجع به جنگ ایران و عراق.
درسته؟ پس واقعا گاهی آدم فکر میکنه که هیچ تاریخ واقعی هم وجود نداره. مثلا میگم، حالا میگن داریوش که میگه که من رفتم و بردیای دروغین را برداشتم و این کارو کردم، تازه رفته زیر سوال که آیا بردیای دروغین واقعا بردیای دروغین بود یا یه موقعی بود. و میبینید هنوز بعد از هزارها تاریخ میره زیر سوال. حالا زیاد تو اینجا باقی نمونیم، فقط برای اینکه برای آغاز میخوایم بگیم. پس یه تاریخ مثلا واقعی. یه تاریخ دیگه ای هست اصطلاحا ما بهش میگیم تاریخ روایی. تاریخ روایی یعنی روایت هایی که واقعیت ها رو همراهی میکنند. مثلا اونم نشأت گرفته از این هست که شما به یک کسانی میخواید چیزهای خیلی بیشتری نسبت بدید. مثلا تاریخ شاپور اردشیر بابکان یه ما تاریخ واقعیشو داریم، یه تاریخ رواییشو داریم که رفت اونجا و چی شد و یه فره اومد و این دوید دنبالشو، حالا کوچولو میگه. یا مثلا انوشیروان رفت انوشیروان شاهدیگی رفت توی نمیدونم پوست گاو نمیدونم خوش شد و این اون تو اون دو، شنیدین دیگه همه اینها رو، درسته؟ همه اینا به گوشتون خورده. راست میگم یا نه؟ اینا روایتان و بسیار این روایت ها فراوانند، بخصوص در تاریخ گذشته ایران، در تاریخی که در ما ایران داریم، مثل تاریخ طبری، بلعمی، مسعودی، یعقوبی، همه اینا، این روایت ها خیلی بیشتر از واقعیت ها چیز هستن، به چشم ما میان، یعنی صفحات رو بیشتر پر میکنن. یه تاریخ دیگه ای هم داریم که تاریخ اساطیریه که ما باهاش سر و کار خواهیم داشت. اون همونجور که خانم هم بهش اشاره کردم، بر مبنای باورهای اقوام که در هر جایی هستند نقش میگیره. منتها به نظر من تفاوتی که تاریخ اساطیری با تاریخ‌های دیگه داره در این هست که همیشه در تاریخ اساطیری یک فراسویی هست. فراسویی رو اصطلاحی است که من برای ما بعد الطبیعه، ماوراء الطبیعه به کار میبرم. اصطلاح فراسویی رو متوجه هستید؟ یعنی همیشه شما یه مواجه میشید با یه موضوع فراسویی که به همین دلیلم مبتنی هست بر باورهای اقوام. گفتم باورهای اقوام هم معمولاً از محیط اجتماعیشون، محیط تاریخیشون، محیط جغرافیاییشون سرچشمه میگیره دیگه. نظیرش همین میشه که آنچه که ما به عنوان اسطوره‌های ایران میشناسیم با اسطوره‌های افریقا فرق میکنه. اونها یه چیزی براشون مهم میشه، براش میسازن، ما یه چیزی. در نتیجه کسانی که مثلا در این محیطن تقریبا شبیه به هم میشن، اما باز به دلایلی اساطیر ما با مصر فرق میکنه، با بین النهرین فرق میکنه، با روم فرق میکنه، با یونان فرق میکنه. من البته فرصتی نخواهم داشت که خیلی سفر کنم به این کشورها، ولی جایی که لازم باشه یه تلنگر خواهم زد که مثلا نگاه کنید که اینجا که ما اینو میگیم، خب همینو یونان اینو میگه. چرا یونان اینقدر به مسائل خوشگذرانی اینا بیشتر اهمیت میده ولی خدایان ما مبرا از اینا هستن؟ خب اینم گاهی خیلی بهتره. تازه من شخصا خودم یه وقتی که دانشگاه تهران اینا درس اساطیری داشتیم، بچه‌ها کمی فعال‌تر بودن، معمولا توی نیم سال سعی می‌کردم اول اقوام رو یه ذره بگم، بعد وارد ایران بشم. اون وقت درک این که این مال ایران چه تفاوتی با اونا داره خیلی شیرین تره تا شما فقط مال خودتون رو داشته باشید. خب من نه اینکه حالا چیز داشته باشم تعصب، ولی واقعا ما اساطیر قشنگی داریم، اینقدر نرم، آرام، نه خشونت‌های مثلا کجا رو بگم، گاهی مال آشور و بابل رو داره، نه اون همه عیاشی ها و خوشگذرانی های یونان رو داره، نه اون خشونت خورشید مصر رو داره. متوجه هستید؟ حالا خواهید گفت حتما شوونیسمی ایرانیه، نه این نیست، ولی واقعا مال ما مثلا مال هند یه حالت دیگه ای داره، خوب و بد خیلی با هم میامیزه. ما خودمون رو راحت کردیم، بعد میدیم به دیوا، خوبم میدیم به خدایان، کار خودمون رو راحت میکنیم دیگه، جواب داریم برای همه چی. اینه که
به هر حال منظورم چی بود؟ منظورم این بود که تاریخ اساطیری هر کسی با محیطش، با اقوامش، با همه اینا در حقیقت یک کمی فرق میکنه. تا اینجامون که خیلی حرفای مشکلی نبود، هنوز شیرین هم نشده، قصه نشده، ولی به هر حال به زودی قصهش میکنه. خب تا اینجا با هم مخالفتی نداشتیم، پس ما اون یکی تاریخ ها رو میذاریم کنار، میایم تو تاریخ اساطیری. من تا حالا ممکنه شما سوال رو نکنید، ولی سوالی که تو دهن شما بچرخه میگم، خودم میگم. مثلا شما ممکنه به من بگید که پس تو تاریخ اساطیری نوشتی، چون مدل ما اون کتاب کوچکی خواهد بود که شما دارین حتما، تاریخ اساطیری ایران که سمت چاپ کرده، ما با اون پیش میریم ولی در اون نمیمونیم، ما مطمئناً چیزهای بیشتری داریم. و همین در جلد اول یا دوم تاریخ باستانی که دایره المعارف چاپ کرده، همین مطلب منتها با رفرنس ها، نمیدونم کدوم جلدش اول یا دومه، در حدود 100-120 صفحه چاپ شده. ولی این کتاب کوچولو که مال سمت و خوشبختانه خیلی قیمت پایینی هم داره، به هر حال ما مطابق اون پیش خواهیم رفت، ولی با تغییراتی که به هر حال بهش خواهیم داد. و صحبت هم می‌خواستم بگم که من تاریخ اساطیری نوشتم، اون تا به شما گفتم که اسطوره فرقی داره با تاریخ‌های دیگه، که همیشه به فراسو مربوطه، یعنی همیشه خدایان و اینها درش یا دیوها درش نقش دارن. ولی خب این شما خواهید دید که من وارد حماسه خواهم شد. خب میتونید شما بر من اشکال بگیرید که تو که گفتی تاریخ اساطیریه و باید فراسویی ها توش باشن، پس اینجا رستم چی کار است؟ خب اینو باید اولا بگم که معمولا در حماسه خدایان میان رو زمین و خدایان میشن قهرمانان. این یکی از ویژگی های معمولا حماسه است و دیگه نمیتونستیم ما جدا کنیم اینها رو. یعنی مثلا من بگم تاریخ اساطیری و حماسی ایران دیگه زیاد جور نبود. در نتیجه اگر دیدید که ما از آسمان بعداً اومدیم رو زمین، خیلی قصه نخورین که به هر حال با هم جور خواهیم کرد. باز چیزهای خیلی آسونی رو مطرح میکنم که مسلما همه شما میدونید ولی تو این کلاس نبودید، اینجا نمی اومدید. اونم اینه که اصلا اسطوره چیه. خیلی چیزای معمولیه، تکرارش میکنم، شاید تکرارش خسته کننده باشه براتون که ما وقتی میگیم اسطوره از هیستوریا میاد، همتون میدونید هیستوریا همون است که در فرانسه میشود ایستواخ و در انگلیسی میشود استوری و اصلا معنی اساطیر رو نمیده، معنی داستان میده، معنی تاریخ رو میده. و اونی که ما در حقیقت به عنوان اسطوره میشناسند در غرب، همتون میدونید با واژه میتولوژی هست که با از میت میاد و میتوس یونان هست. اینا چیزاییست که میدونم که همتون خیلی خوب بلدین و نباید من چیز کنم، زیاد بهش بپردازم. ولی اون چه که فکر میکنم جالب باشه اینه که ازتون خواستم یه ذره اسطوره رو تعریف کنیم. مسلما اگر بیشتر فرصت میدادیم، بیشتر صحبت میکردید. اینه که اصلا اسطوره چی؟ هیچ وقت الان منتظرم نباشین که آخرش من یه تعریف خیلی درست حسابی هم بهتون بدم و یه تعریفایی رو که همه گفتن میگم، از برای اونها یه چیزی رو که معقول تر باشه شاید انتخاب کنیم. ببینید اسطوره اولا یه اصطلاحی است که درستی که اول اساطیر حتی در قرآن هم آمده است برای چیزهایی که خیلی از ذهن به دور هستن، ولی یه چیز تازه‌ایه. وقتی میگم تازه مال 5 سال پیش نیست، یعنی معمولا مثلا از اواخر قرن مثلا 19 یه ذره شروع شده، تو قرن 20 یه کمی اوج گرفته دیگه، از بعد از واسط قرن 20 بهش بیشتر پرداختم. بازم ضمناً بهتون بگم هیچ رشته اسطوره شناسی تو دنیا وجود نداره. خیلی از این بچه‌ها میان خانم ما می‌خوایم بریم اسطوره شناسی بخونیم، هیچ جایی نیست که شما برید و اسم درستون باشه اسطوره شناسی. میتونید برید تاریخ یونان بخونید، یعنی تاریخ یونان رو باید بخونید، تاریخ همون اساطیری یونان رو بخونید، بعد مثلا ایران رو مثلا ماها هیچ جای اسطوره شناسی نخوندیم. یعنی راستش رو بخواید حتی وقتی ما درس میخوندیم درس اسطوره شناسی نبود. بعد ما رفتیم کتاب‌های پهلوی، اوستا،
راجع اون چیزی که راجع به آفرینش نوشته شده، اون چیزی که راجع به خدایان تیکه 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 جمع شد، تبدیل شد بعداً اخیراً در ایران مثلا شاید از 50 سال پیش، شاید هم یکم بیشتر 50-60 سال پیش، یه درسی به عنوان اسطوره شناسی در دانشگاه‌ها تدریس شد. حتما یاد میکنیم از مرحوم مهرداد بهار که یکی از بهترین استادان این رشته بودن و کسان دیگری، همکار مرحوم من احمد تفضلی و دیگران. خب دیگه شروع کردن، یعنی ولی به هر حال برای ایران هم، حتی برای نسل من که درس دانشکده خوندم، درسی به عنوان درس اسطوره شناسی وجود نداشت، ولی الان بسیار جذابه، برای اینکه آدم‌ها از حقیقت می‌گریزند. ظاهراً حقیقت رو خیلی زیبا نمی‌بینن، میگم بذار بگریزیم. من خودم اینقدر خوشم میاد که تو این رشته افتادم، گاهی میرم که تو این اساطیر همه چیزای بد رو فراموش میکنم، راحت میشم، قشنگ میرم میخوابم. دقت میکنید اینه که خیلی کار بدی نکردید که به هر حال میخواید خودتون رو با اسطوره ها آشنا کنید، این چیز بدی نیست. به هر حال حتی در مثلا تقریبا حدود 100 سال پیش اینقدر چیز بدی بود، یعنی وقتی که کلیسا قدرت خودش رو داشت، خیلی از اینکه اسطوره حرفش رو بزنه زیاد خوشش نمیمد و اصلا میگه که هرچی و اونی که با تورات یکی نباشه، با انجیل یکی نباشه، این افسانه است، اسطوره است، قابل مطرح شدن نیست. بعضم من تعریف‌های دیگر رو میدم، همشون نترسید، یه تیکه تیکه از تعریفی که از بهتون میدیم و بعد یه نتیجه گیری میکنیم ازش. بعد وقت میگفتن نه، هر چی که با واقعیت در تضاد باشه اسطوره است. اینم یکی از تعریفات. بعد مثلا گفتن اسطوره میگه هر چی که خیالی باشه، غیر واقعی باشه، جنبه افسانه‌ای داشته باشه، بهش بگیم اسطوره. البته هیچ کدوم اینا نمیتونه حاوی یک تعریف کامل و چیز باشه، برای اینکه نه، اسطوره همیشه اینا نیست. چیز خوبی که هست میگن که مثلا رویای ما خودمون خواب میبینیم، این خودمون اسطوره شخصیمون میشه و خواب به حساب رویای جمعی تبدیل میشه به اسطوره یک قوم، یعنی رویایی که همشون کردم. در حقیقت بازتاب عقاید و افکار فلسفی هست، رخدادهایی که در زمانها و مکانهای مختلف روی داده، تأثیر خودش رو گذاشته و از توی اون یک چیزهای اومدن بیرون، به اینا شدن در حقیقت اسطوره. بیاین حالا دیگه اینا رو زیاد بذارم کنار که بتونم. بله خانم میفرمایید. یه تعریفی تو ذهن من جا یه تعریفی تو ذهن من هست، قبلا احساس می‌کنم جایی خوندم که یه میراث مشترکی که در ناخودآگاه جمعی. حالا اجازه بدید، بله دیگه وقتی من گفتم در حقیقت رویای دست جمعی هست، در حقیقت مفهومی که شما فرمودین رو در حقیقت گفت. از همه اینا نمیخوام دیگه وقتتون رو بگیرم، چون راستش 12 جلسه است. درسته خانم؟ میخوام کاری نکنم که هزارهای آخر رو با سرعت 100 کیلومتر بریم. اینه که سعی میکنم وقتا رو طوری بکنم که جور درات. ولی منو ول کنن، بچه‌هایی که با من بودن میدونم من به حاشیه خیلی بیشتر علاقمندم تا خود متن و همیشه هم شیرین‌تر بوده. بچه‌هام هم، یعنی منظور دانشجوام هم، همیشه حرفای حاشیه‌ای منو بیشتر از درسام به خاطر دارم. درسته یا نه؟ ولی به هر حال میتونیم اینجوری تعریف کنیم. اول برای شما یه 2 تا مفهومی رو که من خیلی تکرار خواهم کرد و توضیح بدم، اونم دنیای مینوی و دنیای گیتی هست. منظور از دنیای مینوی دنیای بهشتی نیست. این تصوری که ما در ذهنمون از مینو داریم فقط بهشت، در حالی که دنیای مینوی از دید اساطیر یعنی شما اون تو هم اهریمن رو دارید، هم اهورامزدا رو، هم دیو رو دارید، هم ایزدان رو. توجه میکنید؟ دنیای مینوی یعنی دنیای فراسوی، دنیایی که مادی نیست. بهش روحانی میگن، فراسویی میگن، آن جهانی میگن، متافیزیک میگن، نمیدونم مابعد و طبیعه میگن. ما از همه اونا بیشتر مینوی رو میپسندیم و فراسویی رو. و یکی هم دنیای گیتی است. دنیای گیتی یعنی دنیای ملموس، یعنی شما میتونی بگیری تو دستت و بهش دست بزنی. این اصطلاح خیلی به کار خواهد رفت در گفته های ما.
پس از جمع اینها و از جمع این که خیلی زیاد آدم ها گفتن، من نمیخوام با این کی چی گفته وقت شماها رو بگیرم، بلا پره. اگر کلاس درس بود و اینا حتما اینا رو بیشتر میگفتم، الان نمیخوام وقت شما رو با اینا بگیرم. میگیم اسطوره داستانی هست و سرگذشتی هست مینوی که معمولاً اصلش معین نیست. شرح یک عمل یک عقیده است و یا به وجود آمدن یک پدیده طبیعی است به صورت فراسوی. حتما جمله ذره ثقیل بود براتون، نه؟ منظور اینه که مثلا ما هممون میدونیم دیگه با مختصر سواد شیمی که یادمون مونده که آب عبارت از H2O، درسته؟ یعنی آب از این ترکیب میشه و یک پدیده های اجتماعی رخ داده، پدیده های طبیعی رخ داده تا آب به وجود اومد. ولی خب مثلا اگر بخواد به وجود اومدن آب رو شما در اسطوره نگاه کنید، از یه جایی میگید از اشک اهورامزداست، از یه طرف میگید که مثلا چیا جمع شدن با هم تا آب به وجود اومد، چی شد. وقتی آب رو از این دید بهش نگاه کنید اون وقت میشه اسطوره. اگه از این دید نگاه کنید که دو تا هاش به اضافه یه او میشه H2O، اون وقت میشه در حقیقت طبیعت. پس یک مسئله روایت مینوی مسائلی است که در حقیقت یک واقعیته. یعنی آب واقعیت، آب وجود داره دیگه، ولی اینکه این چگونه به وجود آمده است از دید اسطوره و از دید واقعیت، ما به اونی میپردازیم که از دید اسطوره است. پس یک سرگذشت در حقیقت مینوی. دست کم بخشش از سنت ها گرفته میشه و پیوند اسطوره با آیین‌های دینی، عقاید دینی بسیار بسیار زیاده. ما جرأت البته هیچ وقت نخواهیم کرد که بگیم اونچرا که ما مسلمان ها بهش اعتقاد داریم اسطوره است. من هرگز به خودم این اجازه رو نمیدم، جرأتشم ندارم. ولی به راحتی برای سایر چیزها میتونم بگم که اصلا زیربنای باورهای اینطوری آدم ها اسطوره هست. توجه میکنید؟ یعنی با عقل سالم خیلی چیزهاش جور در نمیاد. خب اینو دیگه در آیین مزدی اثنایی که حق داریم. پس در حقیقت این چیزی که من برای شما میگم در حقیقت تاریخ است از به قول معروف همون ایشون گفتن، در حقیقت آفرینشه، تاریخ آفرینش هست از دید اعتقادات مزدی اثنایی که خود اعتقادات مزدی اثنایی خیال نکنیم با زردشت به وجود میاد، بلکه پیش زردشتی هست. یعنی همونطور که گفتم یک سرزمین همیشه تاریخ داره و اینها این اعتقادات رو هم تاثیر میذارن. آدم ها همیشه اندیشیدند و اجداد دور ما خیلی بهتر از ما اندیشیدن. ما که اصلا اندیشیدن رو گم کردیم. ما اصلا شما اصلا فکر میکنیم گاهی؟ من فکر نمی کنم که ما زیاد فکر میکنیم. درست ما وقتی ابن سینا هامون از دست دادیم که دیگه فکر نکردیم، برای اینکه فکر کردن خیلی سخت‌تر از باور کردنه. شما اگه رو حرفای من الان کمی انقلت بذارید خب خیلی سخت‌تره. تو گفتی خانم آموزگار من همینجور نه، ولی اگه بخوایم فکر کنیم سخت‌تره. اینه که من گاهی سر تعظیم فرود میارم در برابر اجدادمون، اجداد خیلی دورمون که اینقدر بزرگ اندیشیدن به این چیزها رو. به هر حال واقعا حالا بعضی وقتا خواهم گفت آدم تعجب میکنه که مثلا چجوری از یه ذهن مثلا 6000 سال پیش یه دفعه همچی چیزی میاد بیرون. در اسطوره معمولا وقایع از دوران اولیه نقل میشه. یعنی همیشه صحبت از این یک چیز، الان گفتم آب چجوری به وجود میاد، زمین چجوری به وجود میاد، آسمان چجوری به وجود میاد و چگونه به حیات خودش ادامه میده. شخصیت‌های اسطوره موجوداتی هستند معمولاً مافوق طبیعی، یعنی فراسوی، و شخصیت‌های مثبتشون همیشه چی دارن؟ یک حاله از تقدس دارن. خب مثبتشون و منفیشون که خب طبعا
نه، این حالا رو ازشون میگیریم. حالا این اساطیر که گفتم ممکنه بعضی وقتا حرفام تکراری باشه دیگه، این خاصیت ادبیات شفاهیه. اگه میخواین از رو بخونم که خب اون وقت دیگه تکرار توش نمیاد. ببینید همه قوم ها هم گفتیم بنا به شرایط اجتماعیشون، دینیشون، سنتیشون، سلیقه هاشون، نیازهای جامعهشون طبعا اسطوره ها رو به وجود میارن. در یه جایی که مثلا ماهیگیری فقط قوت اصلی اونهاست، تمام اسطوره رو ماهی میچرخه. ماها که در یه جامعه هستیم که بخصوص جوامع اولیه میدونید دیگه، همتون دامداریه، با دامداری شبانه شروع میشه، همه حوادث رو گاوه و نخستین گاو است و نخستین گیاه هست و متوجه با اینا شما سر و کار دارید. پس بنابر در حقیقت موقعیت است. و بعد کسانی که اسطوره رو به هر حال معلوم نیست کیه ها، ما اینجا وقتی میخوایم یه چیزی بنویسیم 70 جا من اسممو میذارم، جالی آموزگار همه جا، ولی اونایی که اینا رو به وجود آوردن نمیدونیم کی هستن. به نظر من نوابغی هستن که اینها رو به وجود آوردن و کاملا ناشناخته هستن و البته در طی دوران مرتب بهش افزوده شده. یعنی یک چیزی ما یه اسطوره خالص و خلص از قدیم که نداریم. و اونایی که اسطوره رو نقل میکنن همیشه اسطوره رو یک داستان واقعی تلقی میکنن، یعنی حتما فکر میکنن واقعی. البته این موضوع برای امثال ماها خیلی عجیب نیست، ما هم خیلی از اسطوره ها رو واقعی تلقی میکنیم یا باید واقعی تلقی کنیم. توجه میکنید اینه که ولی خب برای گاهی اسطوره باوران اسطوره واقعیت داره. اینو خواستم بگم که حتی در این اسطوره‌ای که ممکنه به نظر ما یک کمی دور از ذهن بیاد، همیشه یک منطق هست، منطق اسطوره‌ای هست. و از حالا بگیم که زمان اسطوره‌ای با زمان واقعی هم با هم فرق داره. از ایران شاید نتونم مثال درارم، مثلا در یونان زئوس پدر مثلا هفایستوس هست، ولی در این حال هفایستوس میاد به داد این میرسه وقت سرشو با تبر خورد کنه. میخوام بگم که اسطوره یادتون باشه همیشه یک بعد از ساعتی 1-2 بیاد، اینجوری زیاد نیست، باید یه ذره قاطی بشه. معمولا اسطوره گاهی وقتها حوادث تاریخی رو بیان میکنه، اما اون چی که در این روایت ها عنوان حوادث تاریخی مطرح میشه اصلا خود تاریخ نیست، بلکه برداشتی است که مردم از این حادثه در اون لحظه دارن و مفهومی که این مسئله برای مردمون داشته. و بعد شما با این آشنا میشوید که چطور یک انسان با جهان، با آفریدگارش، با دنیای دور خودش میتونه ارتباط برقرار کنه. پس به این ترتیب اسطوره ها گاهی جلوه تاریخی پیدا میکنن، گاهی هم این اصلا شیرین تره، تاریخ تبدیل به اسطوره میشه و به این ترتیب ما اسطوره های نیمه تاریخی اسمشو میذاریم. مورد خیلی خیلی آشناش برای شما طوفانه، یعنی طوفان نمیخوام بگم نوح، چون این باورهای ما همسانی پیدا میکنه، ولی به هر حال آنچه که در بین النهرین به حساب همه میگن داستان طوفان. یه وقتی یک بارانی شده است، رودخانه دجله و فرات طغیان کرده، توجه میکنید، و این طغیان بخشی از چیز رو گرفته، احتمالاً طغیان تاریخی هم بوده، متوجه است؟ پس این یه واقعه تاریخیه. اما آنچه که شمای نوعی انسان اون دوره به این افزوده، این رو به خدایان نسبت داده، این بارانها رو از خشم خدایان دونسته، بعد چیکار شده، بعد خوش شدنش، بعد به گل نشستنش، نمیدونم تو ببخشید کشتی درست شدنش، این کشتی به گل نشستنش،
همه اینها دیگه میشن اسطوره. پس یک هسته تاریخی برای اغلب اسطوره ها وجود داره. یا مثلا یک آدم قوی بوده است، توجه بوده، مثلا انقدر ما چیز به این میبندیم به دلیل خواسته های خودمون، این خودمون دلمون میخواد، ناگهان از یک موجودی یک رستمی میسازیم دیگه. رستم میتونه در آن واحد یک دونه چیز رو مثلا چی میگن یادم رفت حالا اسمش، گوزن مثلا بزرگی رو بخوره، همون آن بخوره، پاشه، بره، متوجه هستید دیگه تبدیل میشود به یک موجود افسانه‌ای عجیب. اینقدر خود شماها اگه حافظتون رو بکاوید از این حوادث دور بر خودتون دارید که نه، یه آدمی بوده مثلا یه ذره خوشقلب بوده، 1000 تا چیز بهش بس میکنید، درسته؟ یا یه کسی بوده مثلا دیگه چرا بگم دیگه کراماتی بهش نسبت میدید و اینها 1 2 تا 3 تا 4 تا مال همه کسان دیگر هم میارید به این نسبت میدید و ناگهان از یک موجود معمولی شما یک موجود کاملا بله از به قول صادق هدایت اسیری میسازید دیگه، باهاش نمیدونید چیکار کنید. منتها گفتم اگر اینها تبدیل بشن به یک نوع باورهای تقریبا دینی دیگه تبدیل به چیزهای مقدس میشن. شما اسطوره رو با افسانه اشتباه نکنید. مثلا مهمترین نوع افسانه که همه ما میشناسیم سیندرلاست دیگه، درسته؟ سیندرلا اسطوره نیست، سیندرلا داستانه یا افسانه است، برای اینکه بیشتر سامانمنده. افسانه ها سامان دارن، اسطوره ها بی سامانند. یعنی اسطوره ها جهان شمولن یا جهان شناختی هن، ولی افسانه ها معمولا در افسانه ها یه کار خارق‌العاده صورت میگیره ولی حتما یه جنبه اخلاقی توش هست. نمونه بله همین نمونه کاملش همین دختر خاکسترنشین ما میگفتیم و سیندرلاست. فابل ها یعنی داستان هایی که از زبان حیوانات نقل میشه، اونا اسطوره نیست، اونا یه چیزای اخلاقی هم. بهترین نمونهش در ایران کلیله دمنه است مثلا، و یا فابل های لافونتن که داستاناشو نمیدونم پنیر و روباه و کلاغ و همتون دیگه چقدر از اینا رو بلدی، درسته؟ خب واقعا کلاغ که حرف نمیزنه، روباه هم که حرف نمیزنه. خب ما وقتی اینها رو به چیز خارق العاده رو داریم به اینا نسبت میدیم، آیا هر خارق العاده میتونه اسطوره باشه؟ نمیتونه باشه. پس اینا نتیجه اخلاقی دارن. پس ما فرق میذاریم بین افسانه و اسطوره، بین افسانه و این داستان‌هایی که از مثلا کلیله دمنه خودش نمونه یک داستانی است که در حقیقت افسانه نمیخوام بگم چون اون نتیجه اخلاقی داره، صحبت از زبان حیوانات اصطلاحا اینا فابل ها هستن. جنبه تمثیلی داره دیگه، بیشتر شطربه و کلیله و دمنه و هر کدومشون نماد یک نوع اخلاق هستن، نماد یک ویژگی اخلاقی آدم ها هستن. اونا رو ما با اسطوره در حقیقت در یک کاسه قرار نمیدیم. در این چیزهای مختصری که من گفتم اگر سوالی براتون پیش اومده لطف کنید بگید تا من برم مبحث بعد. خسته نشدین که؟ معلومه نمیگید که بله. البته امروز نباید خسته بشید، اولش منم همش دارم قصه میگم. بفرمایید. میشه تاریخ ایشون قبل از شماست. بگید بفرمایید. در مورد اینکه اسطوره رو با دین و تاریخ مقایسه کردید. با چی؟ با دین و تاریخ مقایسه کردید. مقایسه نکردم، یعنی منظورتون چیه؟ مفهومش رو نزدیکیش رو گفتید. این نکردم، گفتم از همه اینا درش هست. این نمیشه به چشم نگاه کرد که یعنی زیباشناسیش رو نگاه کنیم که حالا یه کسی بوده حد زده که یه روز اگه طوفان شه تو همون دژوفراتی که حالا بس اجازه میدید که مبحث بعدی رو بگم، یک کمی پاسخ
صحبت‌های شماست، این مبحثی که دلایل وجودی اسطوره است. الان این یک کمی پاسخگوی شما خواهد شد. خانم شما بفرمایید. میشه تاریخ رو از اسطوره کشید بیرون؟ یعنی گفتم بهتون دیگه، گفتم احتمالاً گاهی تاریخ رو حکایت میکنه. اجازه بدید خواهم گفت که ما از اسطوره چه استفاده میکنیم، اونم مبحث بعدی مونه. بفهم که تو تفاوت جانم بلنده تو تفاوت افسانه و اسطوره فرمودید که اسطوره جهان شمول‌تره، با توجه به اینکه اقوام مختلف اسطوره‌های خاص خودشونو دارن، چطور اسطوره جهان شمول؟ شاید متوجه نشه من جمله کلمه بدی به کار بردم. ببین منظورم کل جهانه، یعنی وقتی که ما داریم اسطوره آفرینش رو صحبت میکنیم دیگه از جهان ایران صحبت که نمی کنیم. درسته که اون بهترین جا میشه ایران، بهش مال ما میشه، ولی ما از کل جهان صحبت میکنیم در داستان آفرینشمون. منظور من این بود، نه اینکه جهان شمولی که یعنی مثلا افریقایی هم مال ما رو داشته باشه. من شاید بدجوری براتون توضیح دادم. منظور من این بود، یعنی وقتی اسطوره ما شروع میشه ما دیگه خیال میکنیم کل جهان مال ماست و حتما اون بهترین جا مال ماست. حالا برسیم اگر انشاءالله به اونجاها خواهید دید. ما هستیم که به 7 کشور از ایران میفرستیم. به نظر میاد که مفاهیم مشترکی از اسطوره ها در ملل مختلف معلومه خانم. توافقه. نه توارد میگن به این خانم، یعنی همه آدم ها از یه چیزی، از مرگ بدشون میاد. خب پس در نتیجه دیوهای مرگ در جاهای مختلف فرق میکنه. پس این از یه نیاز مشترکه. بله الان اگر اجازه بدید الان این مفهوم رو میخوام بگم. ببینیم که اصلا اسطوره چرا به وجود میاد. یکی از اینها که در همه الان گفتیم که کل جهان رو در کل جهان که عرض کنم، منظورم اقوام صحبت شما مختلف رو در بر میگیره، کلا عبارت از واکنش ناتوانی انسان هست در مقابله با درماندگی ها و ضعف. یعنی بشر همیشه سعی کرده دیگه، حالا خودتون رو نگاه نکنید، درمانده میشه، ناتوان میشه در برابر اونچه که براش به وجود میاد. زمینشو میکاره، کارهاشو میکنه، دیمی میکنه، یه دفعه میبینه سیل اومد اینو برد، ناتوانه دیگه، چیکار میتونه بکنه؟ تمام کارها رو برای فرزندش میکنه، اون بیماری میاد فرزند از این میگیره. خب چیکار کنه؟ دستش ناتوانه، مجبوره چیکار کنه؟ مجبور برای خودش، من ممکن الان کفر بگم، اینو به حساب کفر من نذارید، بعد این قسمتش رو فقط از لحاظ علم صحبتش رو بگیرید. در حقیقت انسان خودش خداش رو میآفرینه، یعنی یک خدای کشاورزی برای خودش میآفرینه که او کشت این رو حفظ خواهد کرد. بهش خودش آفریده ها، ولی یواش یواش باورش میشه و در برابر اون به خضوع و خشوع و اینها میفته که حفظ کن این. و در برابرش یه دیوی میآفرینه یا نیروی منفی این رو میآفرینه که سیل میاره و تمام دار و ندار این رو تحت شعاع قرار میده. پس خودش آفریده و از اون میترسه و از این طلب یاری میکنه. متوجه شدید چی گفتم یا نه؟ یعنی در حقیقت ما خودمون، البته یه چیز دیگه برای اینکه خودم رو حسابی برای خودم پرونده سازی نکنید شما، من تمام مسائلم تا رسیدن به ادیان توحیدیه. من یعنی در محدوده پیش از ادیان توحیدی صحبت میکنم. توجه کردید؟ یعنی هزارهایی که هنوز بشر چشمش به ادیان توحیدی باز نشده است. حسابمون روشن شد دیگه. توجه کردید؟ و من از اون دوره دارم حرف میزنم. پس به این ترتیب دیدین که ما خودمون خداهامون رو میآفرینیم، بعد ازش میترسیم، ازش استمداد میکنیم، دیوامونم خودمون میآفرینیم و ازش چیکار میکنیم؟ میترسیم. آره یا نه؟ پس در حقیقت یکی از دلایلی که اسطوره به وجود میاد، خدایان به وجود میان، دیوها به وجود میان، در حقیقت یکیش ضعف بشره، ناتوانی انسان هست در برابر اینا.
دیگرمون جهلمونه. یعنی اگر من میدانستم که کوه چجور به وجود اومده، اگر من میدانستم که آفرینش از یه لحظه، خب همتون یه ذره اون بیگ بن و اینا رو شنیدید دیگه، در یک لحظه هستی به وجود آمده است و آب آمده است و دیگه نمیخوام وارد مقولاتی بشم که شما هم به اندازه من میدونید. قبل از اون نمیدونه، میبینه کوهه، میبینه دانه رو کاشت، دانه شد اینقدر، یعنی دانه کاشته شد، اینطوری شد. همه دور برش مسائلی هستن که نمیدونه. توجه کردی؟ پس چیکار میکنه؟ برای این ندانسته هاش داستان سرایی میکنه. یعنی برای همین چیزایی که ما خواهیم، کوه اینطور به وجود اومده، مثلا حالا به موقعش بهتون خواهد گفت وقتی اهریمن حمله میکنه، خب زمین صافه، زمین آرمانی یک زمین صافه. وقتی که اهریمن میاد اینقدر میترسه میشه کوه، دره. خب من اگر بدونم کوه و دره چرا به وجود اومده است که به چنین داستانی من چیز نمیشم، درسته، کشیده نمیشم. پس یکی دیگه از دلایل به وجود اومدن اسطوره جهله. جهل به عنوان منفیش نگیریم، بالاخره ما هم هنوز خیلی از علوم رو نمیدانیم که 100 سال پیش خواهند دونست. متوجه هستید؟ اینه که پس یکی دیگه از چیزها میتونه جهل باشه. یکی دیگه از دلایلی که اساطیر رو به وجود میارن آرزوهاست. ابتدایی ترینش رو به شما میگم. یعنی شما نگاه میکنید پرنده رو میبینید که داره پرواز میکنه، چقدر دلتون میخواست شما میتونستید پرواز کنید، شما که نمیتونید. پس خدایان شما گردونه هایی دارن که میتونن پرواز کنن، به آسمون ها برن. و در ادیان دیگه که نمیخواستم واردش بشم، همه فرشته ها بال دارن، در خصوص در مسیحیت. شما اگر کلیساها رو نگاه کنید، افسای کلیساها رو، درست میگم یا نه، همشون فرشته ها بال دارن. این همون تجسم آرزوهاست. خودتون نمیتونید همه اون چیزایی رو که خودتون نمیتونید داشته باشید میدید به خدایانتون. شما نمیتونید آسمون برید، میدید به خدایانتون. شما نمیتونید هم قدرت مثلا پرواز، در تنها پرواز، این سال چیزای دیگر رو هم براتون خواهم گفت. مثلا یکی از اونهایی که خیلی خیلی آدم دلشون خواسته رو این تنیه. همه دلشون میخواد رو این تن بشن. نمیتونید یه اسفندیاری پیدا میکنید، اسفندیار رو میکنید رو این تن. و اون منطق درست و به نظر من شعور واقعی شما یه نوعی در اونجا گل میکنه که میگی تو هیچ کس نمیتونه رو این تن باشه و چشمای اونو از رو این تنی در میارید. آشیل رو این تن میکنید اما پاشنش روی زده میسارید. ببین چقدر قشنگه. یعنی واقعا بیایید سر تعظیم فرود بیاریم در برابر اینهایی که انقدر تا این اندازه زیبا اندیشیدن. متوجه هستید؟ پس یکی دیگه از چیزای ما داشتن، خیلی حالا میتونم زیاد مثال بزنم برای تجسم آرزوها که چطور شما خدایانتون رو یا داستانهای اساطیریتون رو همپای آرزوهاتون پیش میبرید. سعی خواهم کرد خیلی اخلاقی باشم، ولی به هر حال مثلا این آرزوها در یونان به صورت عیاشی‌های بسیار شدید خدایانش جلوه میکنه. این اونجا برای اون محیط در حقیقت یه همچین چیزیه. برای ما یه چیزهای دیگه هست. نه اینکه ما حالا مثلا خیلی اخلاقی بودیم، ولی به هر حال محیط‌های اجتماعیمون حتما با هم فرق میکنه. درست شد؟ نیازها و آرزوها اینجا نیازها و آرزوها اینجا متفاوت میشن. چی میشن؟ نیازها و آرزوها چی میشن؟ متفاوت میشن. خب البته ببینید نیاز با آرزو فرق داره. شما باید حتما آب بخورید، این نیازتونه، ولی میتونه احیانا شما دلتون بخواد شربت بخورید، اون دیگه میشه آرزوتون. متوجه هستید؟ نیاز با آرزو فرق داره. نه فرق نداره. نه اگر مجاب نشدید با حرفای من حتما سوال کنید. خانم من البته اینجا نشستم دلیلی نیست که اولا همه چیز رو میدونم، هرچی میگم
سعی میکنم حرفای درست بزنم، ولی بالاخره منم میتونم یه حرفای بزنم که به مذاق شما خوش نیاد. من معمولا موبایلم رو خاموش میکنم، میخوام ببینم. نه من ترسم مالی منم از این کارا بکنه. میدونی که آدم وقت دنبال یه چیز میگرده پیداش نمیکنه. حالا اگه صدا کرد منو ببخشید، دیگه نمیذاریم خیلی صداش بالا بیاد. توجه کردید؟ پس اینا هم یه چیز دیگری از عجز اونها، من فقط بیماری و اینها رو گفتم. پس ببینید چه جوری میشه که شما داستان رویینتنی رو به وجود میارید به خاطر نیازی که در جنگ‌ها همیشه تیر بهتون خورده. نیاز خدا به وجود میارید برای اینکه بتونید شما رو حفظ کنه، شما خودتون به وجود میارید، آرزوهاتون رو کنید. یه وقت دیگه ای هم هست که همه اینها ببینید چیا رو به وجود میارید. یه وقتی هست که شما بسیار در خشمید، اینقدر عاجزید که بر اون کسی که بر شما حکم فرمایی میکنه هیچ کاری نمیتونید بکنید. رئیس قبیلتونه، سلطانتونه، هر چیتون هست. خب میگید الان که من نمیتونم یا نیستم، باشه یک دنیای دیگری خواهد بود، این خواهد اومد و این حساب پس خواهد داد. اون وقت میبینید که چی میشه. یعنی من در حقیقت اون عجزی رو که الان دارم با یک اسطوره‌ای که میسازم، من از پیش از چیز صحبت میکنم فوری، اسطوره‌ای که میسازم که او خواهد آمد، منی که به هیچ کس ظلم نکردم، من جلو خواهم رفت و اون عذاب خواهد دید. من که اینجا نتونستم هیچی بخورم، اونجا بهترین میوه‌های بهشتی رو خواهم خورد. توجه میکنید؟ و بعد اون صدمه خواهد دید. اون و صدمه‌ای که من میخوام به اون بزنم در اون جهانم باز مطابق با موقعیت آب و هوا. یعنی ما در دوزخمون، ما ایرانی یعنی آریایی ها، به دلیل اون پس ذهن که از سرما گریختند و آمدند و میدونید همتون اینا رو، من دوزخم یخه، حیوانات وحشیه، تاریکی هست. توجه میکنید؟ و خود شما میدونید که دوزخ ماها آتیشه، اون یکی دوزخمون. برای اینکه اگه به این طرف بگن آتیشه، میگه به به چه جای خوبیه دوزخ، گرممون میشه راحت. توجه میکنید؟ اگر به اون طرف بگن که دوزخ شما یخه، میگه به به چه خوب آخه. پس دوزخ ها هم مطابق با موقعیت ها، آرزوها و آب و هوا، اقلیم، باورهامونه. میبینید وقتی میگم دنیای اسطوره همه چی رو در بر میگیره، زیاد بیجا نگفتم. با این حرفای کوچیکی که الان زدم در حقیقت چند تا چیز رو برای شما مثلا روشن کردم. یکی ثانویت بود. کجا ثانویت رو براتون روشن کردم؟ گفتم وقتی مزرعتون در معرض چیز قرار میگیره، به یک خدایی قائل میشید که مزرعتون رو حفظ میکنه و به یک دیوی قائل میشید که اون از میامد. پس در نتیجه مسئله ثانویت که همیشه هست، منتها همش این رو به ایران باستان نسبت نه، من اصلا آیینی نمیشناسم که توش شیطان کاری نباشه. به هر حال یا ابلیس یا شیطان یا هر چیز، بالاخره همه جا یه قدرتی داره دیگه. و الا پس چرا اینقدر آدم بد هست؟ پس قدرتی داره. بعد پس به این ترتیب ما و یا به معادی که توجه میکنید که ما خواهیم تونست انتقاممون از کسانی که بهمون ظلم کردن ببینیم، حسرت هایی رو که در این جهان داریم در اون جهان جبران خواهیم کرد. عیبی نداره. حالا بساز دنیای دیگری هست که ما هم همه چی خواهیم داشت و اینها. و بعد چطور آرزوهامون رو که خودمون نمیتونیم داشته باشیم، همه آرزوهامون رو میدیم به خدایانمون. در ایران این دوره همه خدایان گردونه ندارن، یک چند تا خداست که درجه یک گردونه داره. داشتن گردونه 4 اسب ایدئال نیست، یعنی آرزویست برای انسان اون زمان.
من که نمیتونم داشته باشم، میدم با آناهیتا، توجه میکنید اون داره و همه اون قدرت نیرو همه چی رو میدم به بهرام. من که نمیتونم اون حالت رو داشته باشم. یک دوره بعدتر رو این تنی رو میدم به اسفندیار. میبینید ما در حقیقت ما در اسطوره هامون ذوب میشیم. جان؟ که این اسطوره در واقع مخلوق جدال دیالکتیک بین در واقع توارث‌های بشران، این ثانویت بوجود. پس ما عوارض گرفتاری ها و بسامانی ها و رفتارهای غیر عادلانه مونم برای خودمون حلش کردیم دیگه، راحت میشیم. خب پس جهل رو شمردم، آرزو رو شمردم، دیگه چی شمردم براتون؟ بله جهل و بعد ناتوانی، مهمتر از همه عجز بود. حالا اینم باز دوباره تکرار کنم که به همه اینها اسطوره چیزها باوران اسطوره رو راست میپندارن. من در وقتی که تاریخ رو داشتم براتون صحبت کردم یه حرفی رو نزدم که باید بگم، اونم اینه که الان یه دفعه یادم افتاد که در تاریخ نگاری ایرانی گفتم اولا مرز این ستا، ببخشید دوباره پارانتز باز میکنم برمیگردم چون یه دفعه یادم اومد که باید اینو بهتون میگفتم، مرزی بین اینا نیست. یعنی شما در تاریخ‌های ما، در تاریخ‌های ایران لااقل و حتی در تاریخ هرودوت که به عنوان پدر تاریخ و فلان هست، انقدر روایت و داستان با واقعیت همسان شده است که شما ماتتون میبره. من اخیراً یه سخنرانی داشتم، فرانسه رفته بودم برای اینکه از حق ایرانیامون دفاع کنم که میگن شما مورخ ندارید و اینا. من گفتم شما که میگید پدر تاریخ هرودوته، دروغ‌هاشو شمردم که مثلا چی 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 که میگم که مثلا به تخت رسیدن داریوش به خاطر شیهه اسب نمیدونم چی چی مال چیه. گفتم پس همه جا روایت با تاریخ یکی میشه. و بعد هم حالا ما هم که دارم مثلا مسئله دیگه که می‌خواستم بهتون بگم، متاسفانه من فقط یعنی ما هممون که الان اصطلاحاً اساطیر درس میدیم اینا در حقیقت روایت اسطوره میکنیم، اسطوره شناسی نمیکنیم. اسطوره شناسی خیلی چیز بهتریه و یواش یواش شروع کردم مثلا کم و بیش دو این راه بیفته. مطالعه فقط اسطوره نگاری میکنیم ولی اسطوره کاوی نمی کنیم، اسطوره پژوهی هنوز نکردیم، باید بکنیم. باید کردن اینه که شما وقتی یه اسطوره‌ای رو میاری باید بگیم با کجا تعلق داره، مثلا از کجا اومده، چرا اومده، چی رو میخواد که الان خانم صحبتی کردن این منو به یادم انداخت که بگم اصلا دلیل به وجود آمدن این اسطوره چیه. بیشتر باید اینها رو توش بریم. من یه ذره سعی کردم که اخیراً مثلا تو بعضی از کارام اینو بیارم ولی هیچ ادعایی نیست و باید به هر حال جوانهای آینده بیشتر تو این مسئله برن، یعنی اسطوره کاوی کنن، اسطوره شناسی کنن که مثلا این چرا این شده، چرا این به وجود اومده، اینا همش. خب اینم که گفتم. بعدش بگیم که بله اسطوره و زمان اسطوره، برای این ما احتیاج به اسطوره کاوی داریم. ما اصلا نمیتونیم بگیم تا الان به طور دقیق که هر اسطوره‌ای به کجا واقعا تعلق داره و اصلا به چه زمانی تعلق داره. مثلا ما سعی میکنیم بگیم که مثلا هوشنگ که اسمش از هوشنگکی یعنی کسی که خانه میسازد، شاید این همزمان است با دوره اسکان بشر که از حال مثل میگم یا همه این چیزها رو با یک واقعه با چیز بتونیم ربطش بدیم. چون که اولا هیچ اسطوره که در بس اینجوری باقی نمیمونه که عیناً بیاد کلیشه‌ای ما از اونجا برداریم همینجور تو راهش که میاد مثلا از بین النهرین به اینجا میرسه، از اینجا به هند میرسه، از هند به ما، هیلا بلا مثل پوست پیاز روش میاد و میاد و میاد و میاد که تو اصلا دیگه اصلشو نمیدونی کجاست. اون یک کلاغ 40 کلاغ که تو مثل میگن در حقیقت همینه و همه مثلهای
معنی در حقیقت فلسفی و درستی داره که اینا همشون بالاخره از یه جایی میان، باقی نمیمونن، مثل داستانهایی که هی شما یه چیز دیگری خودتون بهش اضافه میکنید. تغییر جا میدن. اسطوره سفر میکنه، اسطوره ازدواج میکنه. وقتی میگم ازدواج یعنی با یک کس دیگری با اسطوره دیگری میامیزه و از لای اون یک اسطوره جدید زاییده میشه. ما اسطوره های جدیدتری داریم که حاصل تلاقی دو اسطوره است از دو محیط متفاوت. ما به هر حال دورانی رو از این اسطوره میبینیم که فقط میتونیم تصورش کنیم. تصورش گاهی برامون مشکل است که چطور، کجا، چطور میتونه این باشه. این تصورها، این چیزهایی که ما از اسطوره داریم چیزهایی به ما میده، یعنی اطلاعاتی به ما میده که نه باستان شناسی جوابگوشه، نه تاریخ جوابگوشه، نه جامعه شناسی، نه هیچ. یعنی یه وقتی است که شما هیچ اثری نداری از اون هزاره هایی که داره صحبت میشه، هیچ چیزی نداری. من نمیدونم شما هیچ کدومتون این کتاب ریشه ها رو خوندید یا نه؟ الکساندر هیل. یه ذره اونجا یک، حالا اونایی که نخوندن، شرح حال یک مثلا نسل پنجم ششم یک سیاه‌پوستی است که به دنبال ریششه و میخواد بگرده. اگر حالا من خیلی مختصر میگم چون از اون کتابایی است که من انقدر کتاب خونده هم مثل همه ولی یادم رفته همش، بعضیاش موضوعش جالب بود یادم مونده و میگرده و این کلید گشایشش یک سرودی است که مادر بزرگ این آهنگ رو میخوند و با اون سرود سعی میکنه ریز 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 برسه به اون جایی در افریقا که مثلا این بوده. من همیشه اینو که خوندم شاید برای این تو ذهنم خیلی تأثیر گذاشت، برای اینکه احساس کردم ما هم با اسطوره ها همین کار رو باید بکنیم. یعنی بگردیم، الان مثلا یه هوشنگو من برای شما گفتم، چیزهای شبیه به اونو بگردیم بالاخره ببینیم به کجا در حقیقت میتونیم اینو وصلش کنیم و برسونیم. ایناش حالا نمیخوام بگم واقعا زیباست، انقدر آدمو مشغول میکنه که اصلا آدم نمیفهمه که چقدر دنیا کثیفه در بعضی قسمتاش. یعنی خیلی دنیاتون زیبا میشه. من توصیه میکنم بمونید تو هم دنیای اساطیریتون. خب پاسخ شماها رو دادم، درسته خانم؟ هم شما رو تا حدودی گفتم. من دارم میام یواش یواش میگم. یکیتونم انگار سوال کردید خب اصلا چرا اصلا شما واسه چی اومدید اینجا؟ فایده اسطوره شناسی در حقیقت چی هست؟ حالا غیر از این که شیرینه ما به هر حال اینها رو میگیم، ولی بدون مزاح واقعا در شناختن گوشه‌های تاریخ زندگی یک قوم، یک سرزمین و پی بردن به اعتقادات اونهایی که الان گفتم، تکرار دارم میکنم که نه باستان شناسی به شما جواب میده، نه تاریخ به شما جواب میده و نه روایت ها. همین هست، روایت های اساطیری. شما از این اگر این کار رو نکنیم بار سنگینش میفته به گروه تاریخ که میگه نمیتونم، به باستان شناسی که میگه نمیتونم. ما با اسطوره های یک سرزمین در حقیقت به هم روانشناسی اون جامعه رو پیدا میکنیم. الان گفتم نیست، در حقیقت هست. شما با وجود خدایان، من چون مال میرن چیز و یونان رو خیلی درس دادم، خیلی شیرینه در حقیقت، حالا خیلی بی‌تربیتیه، بد اخلاق بدی دارم ولی برها خواندنیه. شما با اون میفهمید که این جامعه در چه حالی بوده، در اون موقع روانشناسی این جامعه چی بود، چی بیشتر حکم فرمایی بر اون میکرد. یعنی با اونه. مثلا مورد خیلی کوچیکشو باز براتون بگم، مثلا همیشه خیال میکردن که آریایی ها در یک دوره مهاجرت کردن. این چیزی بود که خیلی مرسوم بود. حالا معلوم شده که نه، یه دوره نبوده، در 2-3 دوره بوده. و یکی از نمادهای این موضوع داستان جمشیده. حالا خواهید دید برسیم که جمشید پیش خدا میره، از اهورامزدا میگه زمین مرا بگستران، 1 دفعه، 2 دفعه، 3 دفعه. پس و الان
یواش یواش تاریخ به ما میگه که نه، آریایی ها در یه نوبت نرفتن، بلکه قبل از اون تازه مهاجرت تاریخ سازشون بارها باز هم این موضوع انجام شده که اومدن آسیانی های غرب ایران رو انجام در حقیقت پای ریزی کردند و غیره و غیره. درسته؟ تا اینجا که با هم دیگه اختلافی نداریم. کاش داشتیم، برای اختلاف همیشه بحثای خوب به وجود میاد. زورکی اختلاف پیدا نکنین، واقعا مخالفین بگید. نفسی نداریم که من براتون بگم. بفرمایید. بلندتری استفاده از همین شناخت اسطوره ها میشه رفتارهای آینده یک جامعه رو هم پیش بینی کرد؟ رفتارها رو پیش بینی کنی؟ خانم الان در این دنیا اینقدر پیش بینی عوضی در میاد که کم مشکله، چون مسائل دیگری افزوده می شود. ببینید یعنی البته سوالتون خیلی سوال خوبیه که آیا با اینها می شود پیش بینی کرد. من میگم اون ابزارها عوض شده. مثلا شما هیچ وقت 20 سال پیش، خب شما سناتون بعضیاتون حتی 20 سال ندارین شاید، ولی به هر حال 20 سال پیش نمیتونستین اصلا تصور کنین که در یک آن شما به استرالیا یه دونه، مخصوصا استرالیا رو انتخاب میکنم دورترین جا، یه مطلبی رو بفرستید و 1 دقیقه بعد جواب بگیرید. اصلا برای من غیر قابل تصوره. یعنی این چیزی که خب این خودش جلوی ما رو میگیره که پیش بینی کنیم. یعنی هیچ وقت پیش بینی نمی کردیم. مثلا دوره‌ای که من فرانسه تحصیل میکردم، هفته یه نامه من برای خانوادم می نوشتم که 15 روز بعد میرسید دستشون و اونها هم هفته یه نامه می‌نویسن که 15 روز. تازه من حوادث وقت دستم میرسید از 15 روز از اون حادثه که نه، مسائلی که اونا نوشته بودن گذشته بود. آیا من میتونستم تصور یک همچین چیزی رو بکنم؟ متوجه هستید؟ حالا البته ما اونایی که خیلی ایران دوست بیمارگونه هستن مثلا میگن نه، ما در دوره داریوش هم مثلا یه چیزی داشتیم که میگه یعنی اینطوری میرسوندیم مثلا. ولی به هر حال حرفتون کاملا درسته ولی نمیشه. من میگم دیگه الان با این اوضاع ما نمیدونیم داده ها چی هن. داده شناخت فردی، یعنی یک کسی اگر بخواد روی خودش شناخت پیدا کنه. نه من میگم اگر شناخت این لااقل بهمون کمک میکنه که یه مقدار خودشناسی بیشتری داشته باشیم. توجه کنید، من میگم به خودشناسیمون بیشتر کمک میکنه و به هر حال به خیلی چیزا کمک میکنه. اگه بیافتین توش میبینید. من یه سوال دارم. جان؟ اگر زود نیست سوال بپرسم. ممکنه تو مباحث بعدیتون بگید. بله اگر باشه میگم من تو مباحث بعدی میام. اینه که شما فرمودین که اسطوره سفر میکنه و تغییر جا میده، به نوعی این مفهوم در واقع تو ذهن من میاد که این یه وضعیت داینامیک داره. اسطوره حیات دارن، اسطوره ها آیا پویایی دارن؟ آره. نسل امروز، عصر امروز ما با که نسل جوان ما دنبال اسطوره دیگه نیست، دیگه الان نیازهاشو به واسطه اسطوره ها تبدیل نمیکنه. پویایی اسطوره ها به چه شکلی؟ ببین الان این چیزیست که من کنار نوشته بودم اون تا نگفتم. من از خیلی چیزا میتونم بهتون بگم ولی یعنی یک کمی کوتاهش میکنم. ما تو الان بدونیم چیکار میکنیم. نه منظورم اینه که الان دیگه اسطوره ها کمتر، این جمله است که برای نوشتم اینجا، کمتر زاد و ولد میکنند، کمتر سفر، البته سفر میکنن چون رسانه ها بیشتر شده است، به هر حال سفر میکنن و زاد و ولدشون کمتر. بعد دیگه کمتر کسی رو داریم که اسطوره باور باشه، اما خیال میکنیم که اسطوره باور نداریم. نه آخه من متاسفانه یه کمی دست و بالم بسته است در گفتن بعضی حرفا. شما سر تا سر خانم روزاتتون نه دائما شما خانم اسطوره ها رو حقیقت میپندارید دیگه، غیر از اینه من چی بگم دیگه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل من به زبونم نمیتونم بیارم. شما الان این جمله مرحوم مرداد بهاره میگفت ما هنوز از دنیای اسطوره‌ای بیرون نیومدیم.
میگفت یه مردم یه دوران تاریخی پیش تاریخی ندارن، یه دوره اسطوره‌ای دارن بعد تاریخی. میگفت ما هنوز در اون دوران اسطوره‌ای به سر میبریم. غیر از اینه؟ نه یه ذره دوره بر خودتون و چیزهایی رو که شما باور دارید رو یه کمی فکر کنید. در دنیای اسطوره‌ای دارید همتون زندگی، هممون، چرا من بگم همتان، داریم زندگی میکنیم. نکنیم وادارتون میکنن که بکنید، مگه میتونید نکنید؟ غیر از اینه؟ مثلا ما یه مفهومی مثل ابر انسان رو داریم که توی یه دوره ازش رستم میگیریم، تو دوره امروز ازش اسپایدرمن و بتمن رو. خب عزیزم اینو گفتم، ولی اغلب همه میگن چرا میگی زاد و ولد نمیکنه. این جمله است که معمولا من خب خیلی جاها با آدم‌های مختلف اسطوره خوشبختانه از همه‌شون هم یاد گرفتم. این صحبت جمله ما دکتر باطنی میگه اگه دانشجوهای من میدونستن که بیش از اون چیزی که من به اونها یاد دادم من از اونها یاد گرفتم، خیلی خودشونو میگرفتن اون وقت بچه‌ها. حالا منم همینطوره خانم، من خیلی جاها اسطوره درس دادم، در نتیجه واکنش اونها بسیار برای من چیز بود. تو گفتی چی؟ من فکر میکنم همونجوری که مثلا ما یه مفاهیمی مثل ابر انسان رو داریم، ابر انسان صحبت کردم. بله، ابر انسان ها رو در حقیقت ما خودمون به نحوی آرزوهامونه که شما این رو جور میکنید. بعضی وقتا هم ابر انسان ها بر شما تحمیل میشوند. متوجه هستید؟ می قبولانند به شما ابر انسان ها رو. برای اینکه در اسطوره هم مثل چیزهای دیگه شما خانم، من شما رو نمیبینم میذارم ناراحت میشه، میذارم بلندتر بشین من ببینم، چون من همه رو باید ببینم. این بچه‌هایی که تو کلاس من بودن میدونن که من مرتب جای بچه‌ها رو عوض میکردم که همه رو ببینم. یکی رو نبینم ناراحت میشم. حالا نمیگم تو اونجا داری توطئه میکنی ولی منظورم اینه که دوست دارم همه رو ببینم. به هر حال یک کلاس پویا اینه که آدم همه تو کلاس باشن و یه 2 نفر باشن کافی نیست. بله، یکی وقتی بهتون یه جمله گفت اخیراً من رو این موضوع خیلی تکیه میکنم که ما فکر کنیم. متوجه هستی؟ وقتی یه چیز رو به تو میقبولونن یعنی تو فکر نکرده میپذیری. متوجه هستی؟ الان یه ابرمن‌های ساختگی میتونه باشه، باز برداشت ناجور نکنین، من منظور خاصی ندارم، منظورم یه چیزهای خاصی رو به هر حال جامعه ناگهان دیکته میکنه بهتون و ما چون هیچ حوصله فکر کردن نداریم، اینقدر تنبل شدیم. به خدا اینو جدی میگم، اصلا هممون تنبل فکری شدیم. نشدیم؟ مخالفت کنیم با هم، من خوشحال بشم. ولی به هر حال که خوشحال میشم بعضی چیزایی که قصم دارم ازش بدونم اشتباه میکنم، چون اصلا این عدم تفکر ما خیلی غم انگیزه. اصلا یه چیزی رو که من خیلی اونایی که تو کلاس من بودم میگم دوباره نیاین تو کلاسم، اینو خیلی تکرار میکنم. من برای بعضیا که مثلا سفارشنامه میفرستم برای فرانسه 2-3 تا فرستادم. استادا اونجا منو دیدن گفتن خانم اینا که تو میفرستی اینقدر بچهای خوبی هم، مؤدبن، واقعا نجیبن، اصلا هر کاری میکنیم مثلا واقعا هم راست میگیم. بعد دانشجویی که ما میفرستیم همه‌شون واقعا میگه ولی اینقدر فکر نمیکنن. دکتری مثلا رساله دکتری که می‌نویسین شما نباید همش بگین ژالی آموزگاه اینجوری گفت، ایریکا گیزده اینجوری گفت، کیک. من آخرش میگم بابا تو چی میگی؟ برای اینکه ما یاد نگرفتیم و یاد ندادیم من معلم بش آدم‌ها که یه ذره خودت فکر کن. گفت من تنها عیبی که برای بچه‌هایی که تو برای من میفرستی میگیرم اینه. دیدم راست میگه دیگه. از اون موقع من همینجور تو کلاس میگم بچه‌ها فکر کن. کاش مثلا یه آمپولی چیزی بود سه آدم میزد به آدم آمپوله. از اساتید واقعا ناراحت میشن، میگن اصلا خب حالا اونو همین خانم این حرف شما همه به من گفتن تو کلاس تا گفتم بهم همین حرفو زدن. خب خانم اون گفت نکن، تو بکن، تو فکرتو بکن دیگه. ببینید به قول معروف خیال از اون بالهایی داره که هر قد تو بالشو ببری بازم پرواز میکنه. اینو کوچیک نگیرین. این حالا من معمولا درسام اینجوری با شوخی و خنده چیزهای واقعی رو میگم. ببینید شما الان چشماتون ببندید، خیال کنید کجا رو دوست دارید که تا حالا مثلا فکر کنید الان کنار دریای خزر دارید راه میرید، میتونید تصور کنید الان
پس خیالتون پروازش اصلا جلوشو نمیتونی بگی، هیچ وقت نمیتونی. این تنها چیزیه که هیچ کس، بزرگترین مستبدین هم نتونستن جلوشو بگیرن که خیال تو رو قیچی کنن. میتونن؟ آره یا نه؟ آره خانم، شما مثل اینکه مخالف حرف منید. ها؟ روشن شد؟ اینه که دیگه خب خانم بکنید، خیال کنید، یه ذره تصور، یه ذره تخیل. مگه این ماسک اجازه میده که شما تخیل کنید؟ تخیلا رو میگیره، از خودمون گرفتیم دیگه. نه؟ یا کار میکنید یا فلان، یا حتی تو اتوبوس نشستید، تو مترو نشستید، اصلا فکر نمی کنید. کاش بخوابید. نمیخوابیدم یعنی. خب بگذارید. یه سوال پرسم، ما توی اسطوره‌های ایرانی تریلوژی داریم؟ چی داریم؟ تریلوژی داریم. تریلوژی منظورت چیه؟ یعنی مثلا 3 تا اسطوره به هم چسبیده که حالت تراژدی بگیره، بعد نه ببین، اون اگر میگه تریلوژی من خوب نشنیدم. ما خدایانمون نه، هیچ وقت اینجور نیست. همون خدایی رو که ما داریم در هند این حالت رو داره، یعنی در آن واحد 3 واحد. شما بعد شنیدم حرفتو دقیقاً، من خود این مجسمه دیدم ولی ما اینا رو در حقیقت نداریم. بچه برنامه‌ای که من امروز تو کی کلاس ما چرا انقدر زود گذشت؟ من هنوز یه روب دیگه میمونم چون یه روب دیر اومدم. ما بدهکار شما که نباید باشم که. ببینید تا اینجا که یادتون باشه اسطوره رو تعریف کردیم، انواع تاریخ‌ها رو گفتیم، دلیل وجودی اسطوره رو گفتیم، بله فایده اسطوره رو گفتیم و جابجایی اسطوره. یه چیزی که معمولاً به نظر من همیشه تو کلاسام جذابیت بیشتری برای بچه‌ها در جلسات اول داشته اینه که در جوامع ابتدایی که بومی ها بودند و اینها، خیلی از این اسطوره شناس ها رفتن و اونها رو کاویدن برای اینکه تصویری بدهند از دوران بدوی که این اسطوره ها زاییده شدن. متوجه شدید چی گفتم یا نه؟ یعنی الان البته با این رسانه های جمعی که الان هست، شاید الان دیگه مثلا اون کارهایی که کردند و مثلا توی میرچی الاده هست یا جانناس نوشته یا کسای دیگه نوشتن که خیلی روژه باستیت نوشته، من از مجموع اینها من یه چیزایی رو در آوردم، نه اینکه خودتون بهم الهام نشده، منم از این کتابا استفاده کردم، یه تیکه هایی رو برگزیدم که به عنوان اصطلاحا من میگم بنمایه. همون ما بنمایه رو در برابر واژه موتیف فرنگی میذاریم. جان؟ درباره موتیف نقش‌مایه؟ نه ما من متفضلی تو کتابامون موتیف و بنمایه گذاشتیم. هیچ من تعصبی هم راجع به اصطلاحات اینها ندارم. خیلی ها نقش‌مایه میذارن، در اون مایه میذارن، تم رو در اون مایه میگن، ما موتیف رو بنمایه میگیم. حالا شما هر چی دلتون با اصلا میگین بگید، ما در اون را بنگریم و قال را برها حال را مذرت ما. اینه که اینهایی که میگیم یعنی رفتن دیدن این جوامع ابتدایی، اینها چی براشون مهم بوده و شما الان در این چیزهایی که من امروز و یه ذره خواهم گفت، یه مقدارش شاید بمونه برای هفته دیگه‌مون اگر عمری باشه دیگه، این دفعه زود بفرستین که زودتر برسه که من دوست ندارم دیر برسم. اینها رو گشتن و شما جای پای همشون رو یه جوری تو اسطوره ها خواهید دید. حالا فوراً به من نگید این کجا بود اون کجا بود. در مجموع متوجه هستید، در مجموع اینها چیزهایی هستن که اسطوره باهاش سر کار داره. یعنی ما همش هم یه جمله رو هی تکرار خواهم کرد، نگید چرا تکرار میکنی. یعنی مثلا یک شیئی براش یک خاصیت خاصی قائلن، بعد شما یواش یواش از خودتون یا شرمنده بگم یا خواهید دید منم اینطور بودم ولی نمیدونستم. از یک ابتدای شروع میکنم. شیء مقدسه، منتها همش رو تو قبیله ها دارم میسنجم. متوجه هستید؟ من نمیسنجم، سنجیدند، من از یادداشت‌های اونها استفاده میکنم و در اختیار شما میذارم. در بین قبایل ابتدایی مشاهده میشه که اونها
گاهی نسبت به یک مکان خاصی یک احترام خاصی قائلن، در حقیقت اونو مقدس میشمارن. بذارید برای خودمون تعریف کنیم شما چرا یه چیزی رو مقدس میشمارید؟ چرا؟ برای اینکه حتما در اون نیروی خاص قائلیم براش. درسته یا نه؟ و الا برای چی براتون مقدس باید باشه؟ پس برای اون شما به این دلیل برای اون نیروی خاص یک ارزشی قائلین، ببخشید برای اون شی که الان اینجا یک مثلا یک مونومانی یه چیزی است در یک قبیله، مثلا یه تپه است، خب که نمیتونم مثالای دیگه بهتون بزنم. خب اینا یک نیروی خاصی قائلن که مثلا میتونه جان بده جان بگیره، حتی عصبانی بشه از دستتون جونتون رو بگیره، منشأ نیکی باشه یا منشأ بدی باشه. و الا چرا باید مقدس باشه؟ توجه میکنی؟ یعنی تو توهین کنی به مکان مقدس به چشمت گور میشه. غیر از اینه؟ ها یا نه؟ چرا؟ برای اینکه فکر میکنین اون یه نیروی خاصی داره دیگه اون تو، و الا بی خودی که قائل نمیشیم به این موضوع. فقط آدم‌های خاصی میتونن بهش نزدیک بشن، یا رئیس قبیله یا جادوگر قبیله. میدونید اینم که دیگه لازم نیست من به شما بگم که در جوامع ابتدایی اول جادوگر قبیله و رئیس قبیله یکی بود، یعنی جادوگر قبیله رئیس قبیله بود. بعداً یعنی یه پیشرفت بعدی این است که رئیس قبیله با جادوگر قبیله جدا میشه، یعنی یکی جادوگر میشه یکی قبیله. این همون مثل تقسیم بندی مثلا شاهان هست با موبدان، مثلا در دوره‌های بعدی طبقه هاست، در حقیقت زیر بنای طبقه هاست. اینها فقط اونا میتونن به اون، و همیشه همه کس با یک احترام آمیخته به رعب و ترس به این مکان مقدس، به این شیء مقدس نگاه میکنن. من فکر میکنم که بسیار ما میتونیم در حقیقت مثالهای فراوانی براش بزنیم. دیگه از اینم میگم، دیگه از اعتقادات اسطوره‌ای اعتقاد به سحر. ببینید شما اصلا سحر یعنی چی؟ یعنی چی سحر؟ نه بگید دیگه، هی چی؟ یکی چیزی که میتونه در واقع موجب پدیده‌ای بشه خلاف عادت و قوانین طبیعت، یعنی نیرویی که یک چیز دیگه استفاده از نیروی ماورایی برای حل مشکلات ماورایی. من جمعه کنم که توجیه علمی واسش نداره. خب بله دیگه که اراده و اختیار طرف مقابل ازش بگیره. نه ببینید وقتی میگید سحر، ببینید عبارت از اینه که انسان با تکرار بعضی کلمات عجی مجی لا ترجی بالاخره یک کارایی میکنیم دیگه، یکی از سحرها کلامه، یا انجام برخی اعمال. یه چیزی رو میسوزونین، مهره مار رو میگیرید میارید، یه چیزی رو با یه چیزی میشورید، روغن استخون مرده رو میارید میسابید، نمیدونم چیکار، اینا سحر دیگه مگه نیست اینا؟ پس با تکرار بعضی کلمات، با دعا و اینا ربطی نداره ها، مسئله خدا و اینا نیست، این کارهای آیینیه. پس با تکرار بعضی کلمات یا انجام برخی اعمال که گفتم براتون، سعی در این هست که قوای خارق العاده فراسوی جهان رو به نفع خودش قبضه کنه. هدف اینه دیگه. من شوهرم به من خیانت میکنه، نمیتونم کاری بکنم، میرم یه کاری بکن، یه چیزی مهره مار رو میده به من، مثلا من اینو میپرم، من اینو میچسبونم، پس در نتیجه من یک نیروی خارق العاده رو درست میکنم با این انجام این کار و فکر میکنم که به نتیجه میرسم. پس این سحره، درسته یا نه؟ منتها انواع اقسام داره
که الحمدلله شنیدم در ایران خیلی رواجش بیشتر شده اخیراً، در تجریش و اینا خیلی ها هستن که از این کارا براتون میکنن، اگر درمانده شدیم بیاییم بریم بپرسیم. به هر حال حالا من شوخیاشو میذارم، شوخی که چرز کنم، واقعیت‌های معمولیش رو میذارم به کنار و به دو سه موردی که معمولا این محقق‌ها بهش اشاره کردن به اون از اون اسم میبرم. یکیش عقیده به فتیش هست. فتیش بهش میگن فتیشیسم، این کار رو بهش میگن فتیشیسم. فتیش در لغت پرتغالی معنی سحر و افسون رو میده. دریانوردان پرتغالی وقتی که از سواحل غربی افریقا دیدار میکردند دیدند که یک اجسامی رو این مردم اونجا دارن که سخت مورد احترام و علاقه شونه و اسم اونا رو گذاشتن فتیش. حالا این کلمشه و چیه؟ فتیش یعنی چی؟ عبارت هست از، باز گفتم بهتون یه جمله من دائم تکرار خواهد شد ناچار، عبارت هست از کمک گرفتن و استفاده کردن از نیروی پنهانی در اشیاء بیجان، به این صورت که ما نسبت به یک اشیاء خاصی یک نوع، این دیگه خصوصیه، تقدسی یا احترامی یا علاقه قائل میشیم و خیال میکنیم که این برای ما خوشبختی میاره. این فتیش میتونه طبیعی باشه مثل سنگریزه، میتونه ساختگی باشه مثل عروسک. جز اختلالات روانی جنسی این یا یه مثلا سنگریزه است از آسمون افتاده، همین ها یه چوبه ساختن میکنه. خب این در حقیقت یک نوع سحر میکنیم ما خودمون. فتیش شخصیه. میتونم ادعا کنم، به من نگید، در درون خودتون همتون یه نوع فتیش دارید. میگید من هر وقت با این خودنویس سر جلسه امتحان رفتم نوشتم ورقامو خوب دادم. خب شما همتون روشن فکرین، حتما از این کارا نکردین، ولی من مطمئنم همه در تجربه شخصی من این رو نشون داد. من آدمایی دیدم که وقت برای مصاحبه میرفتن میگفت من یک کت شلوار دارم، هر وقت اونو بپوشم حتما مصاحبم موفقیت آمیزه. این فتیش. باورتون نمیشه همه این یکی از اون چیزهاست که من گفتم ما بدون این که خود بدانیم یه نوع بنده بعضی تصوراتمون هست. ما که بچه بودیم و مدرسه یه نوع چیز بود، گل بود که گل یاس بود، همیشه 4 تاش مثل این که گل برداری 5 تاییشو پیدا میکردیم، اون اگه زیر زبونمون میذاشتیم میرفتیم تو جلسه امتحان خوب امتحان میدادیم. فتیش ما اون لحظه خب چه بهتر. حالا دیدی آفتاب آمد، دلیل آفتاب. حالا بگو کردی یا نکردی مهم نیست، حالا ما که نمره تجدد به کسی نمیدیم، ولی هممون دلیلمون ضعف، در اینکه من از امتحان میترسم، دارم برای خودم یک نوع. شاید مثلا روانشناسی کار خوبی باشه، یعنی اون به من اعتماد به نفس میده و من میرم و واقعا حتما امتحانم هم خوب میدم. هیچ یعنی از نظر روانشناسی اینو رد نمیکنه. همه آدم‌های فتیش دارن. گاهی بعضیا همیشه دارن، گاهی دارن، گاهی ندارن. انگشترهای خاص، یه چیزهای خاص، نه اونایی که برای تظاهر و فلان، اونا رو بذارین کنار، ولی کلا توجه کردید همه یه چیزی دارن که به اون. و من یعنی باز چرا؟ برای اینکه ما ناخودآگاه در اون یک چیزی میبینیم که حتما نیرویی داره دیگه. این گلی که میذاریم زیر زبونمون میریم امتحان میدیم، اون گله دیگه، توجه کردید؟ پس حتما یک نیروی فراسویه براش قائلیم، برای اون کت شلوارمون، برای اون قلممون. ولی از همه بیشتر گاهی واقعا فتیش‌ها با وجود یک نفر عجین میشه. مثلا شرح حال آدم‌ها رو بخونید میبینید که با این عروسکش همه جا میره. طرف رئیس جمهوره ولی به یک عروسک وابسته است، با اون همه جا میره. من 2-3 مورد رو اینجا نوشتم. مثلا چارلز دیکنز
همیشه یک کارد مخصوصی داشت و یک مجسمه که وقتی میخواست نویسندگی کنه اینو میذاشت رو میزش و فکر میکرد اگه اینا رو نذاره قلمش روان نخواهد شد و خوب نخواهد نوشت. خیلی از این موارد هست. مثلا طرف ممکنه فیزیکدان بزرگی ها ولی یه سنگ مخصوص همیشه روی میزش و بدون اون کارشو شروع نمیکنه. طرف خلبان چی میگن اقیانوس پیماست، از اینجا میره ولی حتما یه چیزی رو با خودش تو کابین هواپیماش میبره. نیست اینطور؟ چقدر داستان از اینا خوندید منتها دلیلش رو شاید نخواستید بهش فکر کنید. دلیلش همینه، برای اینکه ناخودآگاه برای اون شی یک نوع نیرو قائله دیگه، ولی نمیشه. این فتیششه. من بهتون گفتم ما البته این مال ما نیست که فقط ایران باشه، همه در همه جای دنیا آدم‌ها، من از چارلز دیکنز براتون مثال آوردم. یعنی من آدمایی رو میشناسم که خودنویسش دیگه واقعا دیگه نمینویس، گفت من تو دوروریای خودم دیدم. من هی مدادم عوض میشه، اونایی که باید ما خراب میشه بعد دل میبندم به یکی دیگه. توجه کردید؟ پس فتیشیسم در حقیقت یکی از چیزاست. حالا چرا ما در این اسطوره این کار رو میکنیم؟ مثلا در یونان زیباترین بانو در حقیقت آفرودیت دیگه، ونوسه، و این کمربندی داره از نظر اساطیری که اونو که میبنده هیچ مردی قدرت پایداری در برابرشون نداره. من میگم بنمایه های اسطوری به این دلیل میگم، یعنی از همه اینا شما یه جای چیزی میبینید. حتی یه دفعه همسر زئوس که هرا باشه از دست دیگه این خیانت‌های شوهرش و بی‌توجهیش میره اینو قرض میکنه از ونوس که به من یه روز قرض بده که من بتونم توجه این رو جلب کنم. حالا نمیدونم اون کار میکنه برای دیگری هم یا نه، یا فقط شخصی باید باشه. متوجه شدید؟ پس سحره، اینم سحره. چرا؟ برای اینکه با انجام یک عملی شما میخواهید نیروهایی رو که خودتون بدون این نمیتونید در کف قدرت خودتون بگیرید بزنید در. پس این فتیش ماهیت ذاتی سحر رو نداره، تبدیل نمیکنه، یه باوره فقط. خب پس بله، نه تو ذهن با من یعنی میخواید بگم که واقعا اون یه قدرت داره. بگم بعضی جنبه‌های سحر ممکنه واقعا اثر نه من که حالا نمیتونم به سحر واقعا واقعی یک چیزی بدم جز مسئله روانشناسی و اعتماد به نفس. من که نمیتونم بگم مهره ما رو من چسبوندم دیگه شوهرم به من خیانت نکنه، که البته من مشمول موضوع نمیشم من برای خاطر متوجه نه، اون که شما دارید یه چیز عجیبی میگید، اون که یعنی پس یه ریزه اعتقاد دارید که میشه سحر رو کرد. نه همش خانم باوره، همه اینا باورن در حقیقت هم که باوره که با روانشناسی به نظر من پهلو به پهلو میزن. حتما با این که من گفتم ما این گلو میذاشتیم زیر زبونمون میرفتیم، احتمالاً یه جوری اعتماد به نفس پیدا میکردیم که این گلی که تو دهن من حتما من فائز خواهد شد خوب جواب بدم. من با روانشناسی حاضرم، ولی اینکه واقعا واقعیت داشته باشه ذره شک دارم توش. من پس این سحر، من 3 جور سحر به شما میگم. 5 دقیقه دیگه چون دیر اومده بودم نمیخوام حق شما ضایع بشه، ولی همیشه ما 4 شروع خواهیم کرد و 5:30 تمام خواهیم کرد. این شخصیه، یعنی فتیش یک سحر شخصیه. یه سحر دیگه ای داریم، من علمیاشو میگم، حالا تو تجریش کیا چجور سحرایی میکنن دیگه من زیاد وارد نیستم، باید برم یه دفعه تلمس کنم در خدمت اونها. طریقه دیگری هست که دوگانه است که به شمنیسم معروفه. الان شمنیسم خیلی مد روزه، یعنی خیلی کتاب و مجله و اینا، میگم مجله، مقاله و اینا درش در اومده. اصلا یه کتاب شمنیسم خیلی خوب 3-4 سال پیش ترجمه شد، تو ادیان مذاهب قم منتشرش کرد که خیلی خیلی کتاب انتشاراتون خیلی واقعا کتاب خوبه، مقاله های زیادی هست. اسمش از شمنیسم فنون کهن خلسه،
مال میرچی الیاده است که محمد کاظم مهاجری ترجمه کرده. همکلاس شما بود خانم مهاجری؟ خانم همکلاس شما بود مهاجری که ترجمه کرده بود اینو؟ نه شدیانه. خب حالت، یعنی اگه علاقمند باشید یه حالت‌هایی است که البته بیشتر مال چیزه، یه فرهنگ مربوط به آسیای مرکزی در حقیقت، طرفای مغول اینا، حالا میگم بهتون. این طریقه دیگری از شمنیسمه که خودتون تنها نمیتونین انجام بدید. یک شمن یا یک شمن یعنی دین مرد در حقیقت هندی ها رو به در حقیقت شمن میگن. این عبارت است از تصرف در بازم تصرف در قوای روحی و پنهانی جهانه. منتها این طرف این همه کس صاحب نیرو نیست، فقط شمن ها هستن، یعنی هر آدم دیگری نمیتونه. این میتونه کارهای عجیب انجام بده، رو بدن انسان تأثیر کنه، نیروی بد رو از بدن خارج کنه و باعث شفای بیماران بشه. باز من در این یک بارقه روانشناسی در حقیقت میبینم. باز من یادم خیلی ما بچه بودیم، یک کسی بود سر داشت، سر میدونید اون موقع نمیفهمیدن، البته من مال عهد پیش از تاریخ نیستم، ولی با این همه مثلا خیلی سر مثلا پیشرفت نکرده بود اینا که مثلا قرص مخصوصی رو به هر حال بخورن یا نه. یکی رو صدا میکردن، مثلا میگفتن این دستش چیز داره، میومد مثلا یه دعایی میکنه، یه کاری، دعا نه ها ببخشید من منظورم خدا و دعا جای خود داره که بعد یه وردای چیزایی رو میکرد، دست رو میذاشت، احتمالاً بهش یک نوع آرامش میداد و اون حالش خوب میشد. من خاطره یا مثلا این زار که میزنن، زار میکنن توی مال چیز هست، بوشهر و بچه هست، تو این فیلم مال بهرام بیضایی هم یکی از این، کدوم فیلمش بود؟ کوچک چی بود اون؟ چی بود اون فیلم؟ چی؟ نه که نشست زار زد، دید مادر اون خانم مریضه رفت زار زد. یعنی یه حالت‌هایی است که در حقیقت یک نوع شمنیسمه و این هم به هر حال یک نوع خلسه است، یعنی به خلسه میری و توی کارهای عجیب غریب رو میکنه. مثلا خود در ادبیات ما ارداوی رافی که میره به بهشت و دوزخ و اینا میگن یه حالت شمنیسمی داره و به حالت میره. خب تمومش کنم. سومین طریقه رو پس 1 نفره، 2 نفره و دست جمعی. طریقه سحر عوامانه تر ولی ساده تر و متداول تر، سحر است که منحصر به کاهن و ساحر نیست، شخصی نیست، بلکه تعلق به همه افراد قبیله داره که مثلا اینها سعی میکنن با وسایل ساده ابتدایی مانع ظهور چیزهای ارواح مثلا آزاردهنده باشن. مثلا یه دفعه میبینن اصلا اینا نمیتونن ماهی گیری کنن، دیگه ماهی گیرشون نمیاد. چیکار میکنن؟ سعی میکنن تمام اون گناهان خودشون رو منتقل میکنن به یک قایق و قایق رو میبرن غرق میکنن در حقیقت در دریا، انگار مثلا بهش یک قربانی میدن یا یه چیزی. اینایی که من میگم مستنده ها، مستند من نیست، ولی از جاهایی برداشتم که اونها رفتن و اینها رو دیدن. و یا مهمتر از هممون این کار رو میکنیم، تمام گناهان خودشون رو منتقل به یک حیوان میکنن و حیوان رو قربانی میکنن برای یک مورد خاص قبیله‌ای، یعنی یک گناهی که هست. بعد اونی که تقریبا باقی مونده این رقص قله است که معمولا در شمال هنوز مرسومه. وقتی که درو میکنن یا وقتی میکارن دست جمعی، یک من یه دفعه هم از تلویزیون ایران حتی دیدم که یه رسومی رو انجام میدن و دور این مثلا جایی که کشتزار هست میچرخن و در حقیقت برکت از اون میخوان. موقعی که بزم میریزن، ریختن خون قربانی. حتی مثلا یک جایی، خب این خیلی تو اساطیر اینا که زیاد اومده، ولی فکر میکنم تو قبایل ابتدایی بوده که مثلا
ما چیز شدیم، لعنت شدیم یا کاری شدیم، یکی انسان رو باید قربانی کنیم و حتی انسان، قربانی انسانی هست برای رد بلای یک طایفه، یک شهر، یا نمیدونم. این از اون چیزای خیلی خیلی متداول هست. تقدیم اولین محصول رو به خدایان اول که میدن دیگه، حتی اولین فرزند به خدایان. حالا میخوام یه چیز رو بگم نمیگم که یعنی این تقدیم مثلا بخصوص این یک رسم کاملا بین النهرینی بود و برای یهوه و مردوک اولین فرزند رو تقدیم میکردن و بعد دیدم خب خیلی سخته یه همچی کاری. بخشی از آلت مردانه اونها رو، یعنی حالت ختنه کردن هست، اون رو میکردن و تقدیم میکردن به یهوه یا خدا. یعنی اینا همه فقط برای قبیله بود و برای پیشبرد چیزهای قبیله‌ای. من همیشه اینجا یه خاطره‌ای دارم، مثل ضبط صوت، معلم‌ها یه جور ضبط صوت هم دیگه، منتها فیششون رو میزنی، منتها بعضی چیزا لازمه. در این مورد من همیشه این خاطره رو تعریف میکنم، خاطره نیست، واقعیت ها. به خدا با دو چشمای خودم دیدم که یک برنامه تلویزیونی بود راجع به یک قبیله در افریقا، گویا 2 نسل پیش، مثلا 100 و خورده سال پیش، یا آقای ویلسون نامی. من این مثل شما سواد ضبط و مفت و اینها رو ندارم که اگر این برنامه رو ضبط میکردم، گویا آدمخواران اون قبیله در مثلا 100 و چند سال پیش پدر یه مرد چیز رو، سیاح اروپایی رو، در حقیقت اینا خورده بودن، یعنی گرفته بودن و خورده بودن. و ظاهرا از اون به بعد این قبیله هرگز روی خوشبختی ندیده بود. این رو شرحالی بود که من در تلویزیون فرانسه دیدم. بعد دیگه گفتن چیکار کنیم؟ گشتن نسل سوم اون مرد رو پیدا کردن. من اینو تو همه کلاس اساطیریم گفتم، شاید برای شما هم گفتم، تعریف کردم اینو براتون. و بعد رفتن اینو پیدا کردن، ازش خواهش کردن که بیا به قبیله ما تا ما از تو در با آیین‌های خاص طلب بخشایش کنیم. و من این برنامه رو باور کنید دیدم. یعنی این بیچاره یه خانم انگلیسی بود، رفت اونجا و اون خبرنگارم خیلی چیز بود، شگرد خبرنگار، یعنی داشت که میگفت که سالها پیش اینها پدر این رو خوردن، یه دفعه اون دیگ بزرگی رو نشون داد که غذا داشت آماده میکرد برای این آدم، یه دفعه یادش میافتاد که الان این توی آدم میندازن. و بعد دیگه بهش هدیه دادن و نمیدونم چیکار کردن و چی کردن که ما رو ببخش، قبیله ما رو ببخش. یعنی تمام این آیین‌ها رو انجام دادن که اون نوه نمیدونم نسل 4م 5م نمیدونم چندم اون شهر اینو تا دوباره برکت بیاد بشه. اینا همش سحرهای دست جمعیه. ممنون جانم. خب اسمای بچه‌ها کجا بود؟ دادی به من؟